آینده تاجیکستان شما هستید و ترقیات میانبرده کشور محبوبمان که اساسهای مستحکم آن امروزها گذاشته می شوند و تحکیم مقام آن در جامعه متمدن بشری از سهم فعالانه شما در حیات اقتصادی و سیاسی و جمعیتی مملکت وابسته می باشد. با ابراز چنین آرزوهای نیک بار دیگر کل جوانان سعادتمند تاجیکستان و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار روز جوانان صمیمانه تبریک گفته و هر یکی شما سلامتی، اقبال نیک و در راه خدمت به خلق و وطن غیرت و متانت و عزم و اراده قوی آرزو می نمایم. جاویدان باد جوانی و جوانان تاجیکستان. همیشه تن صحت و پیروز و سربلند باشید.